تقویت انجین موتور هوندا به سبک آزادسازی هوای ورودی یا همون پورتوپولیش. این ویدیو رو تا آخر نگاه کن که کامل شیرفهمت کنم و قشنگ نکته ها رو بگیری. خب دوستان، اینایی که اومدن بهتون گفتن که کیت مکش ببندی و فیلتر اسپورت استفاده کنی و سرسیلند گشاد کنی، هوای بیشتری وارد محفظه احتراق میشه، این کشک هوای بیشتری وارد نمیشه. حالا در ادامه بهتون میگم که چرا وارد نمیشه. فقط تنها خواهشی که دارم اینو دوبار بزن روی صفحه این پست رو لایک کن و بفرست واسه دوستات. بریم سراغ ادامه آموزش. ببین اینجوری که توضیح میدم کامل میره تو مخت. خوب دقت کن. ببین میلنگ داره میچرخه. عکس میلنگ اینجوریه، داره میچرخه. میلنگ چرا میچرخه؟ قدرتش از کجا میگه؟ چجوری شارژ میشه؟ با استفاده از پیستون. پیستون که میاد بالا، ببین سوخت و مکش میکنه. میاد بالا، سوخت و هوا متراکم میشه. شم جرقه میزنه، پیستون با سرعت میاد پایین. با سرعت میاد پایین، قدرت رو به شاتون میده، شاتون هم به میلنگ میده. میلنگ با سرعت بیشتری میشه. اینجوری میلنگ شارژ میشه، چرخشش شارژ میشه. حالا چجوری میلنگ دیشارژ میشه؟ یه قدرتش میده به گیر باکس. یعنی شما وقتی دنده میدید، یه قدرتشو میده به گیر باکس. یه قدرتش میده به دنده تایم که سوپاپاتو بالا پایین کنه. و یه قدرتش هم میده به پیستونت که پیستون رو بالا پایین کنه، همون تراکم کنه، مکش کنه، بده بیرون، اینا رو انجام بده. خب الان گرفتید چجوری میلنگ شارژ میشه و دشارژ میشه. حالا بریم سر موضوع مهم. این که بقیه میگن هوای ورودی رو وقتی تقویت میکنی هوای بیشتری وارد موتور میشه. این اشتباهه. خب الان بهتون میگم چرا اشتباهه. شما الان لباتون رو قنچه کنید. جون چه لبایی داری. همونجوری که قنچه کردید نفس بکشید، تا جایی که میتونید نفس بکشید. ریه‌تون الان چقدر گرفت؟ 1.5 لیتر. 1.5 لیتر حجم ریه‌تون. حالا دهنتون تا خرخره باز کنید، باز نفس بکشید. ببینید که باز ریه‌تون چی؟ 1.5 لیتر گرفت. مثلا 1.5 لیتر گرفت. با باز کردن دهنتون شما هوای بیشتری و مثلا حجم بیشتری توی ریه‌تون نتونستید حبس کنید. خب اینو گرفتید. حالا فرقش چیه؟ اون موقعی که شما دهنتون رو باز کردید، وقتی نفس کشیدید، ریه‌تون کمترین فشار رو داشت. ولی وقتی قنچه کردید، لباتون نفس کشیدید، به ریه‌هاتون فشار اومد، به خودتون فشار اومد. گرفتید؟ تا اینجا گرفتید؟ حله. خب حالا بریم سراغ گشاد کردن ورودی هوای انجین. خوب دقت کنید. وقتی که سوخت و هوا ترکیب میشه، هوا سنگین میشه. این یک، هوا سنگین میشه. بعد میلنگ یه قدرت رو میذاره کنار که پیستون وقتی میاد پایین هوا رو مکش کنه. گرفتید چی میگم؟ حالا این ورودی اگه تنگی باشه، میلنگ باید قدرت بیشتری به پیستون بده که پیستون بیاد پایین. گرفتید؟ مثلا 10% میده به پیستون که پیستون رو بکشه پایین. حالا اگه اینا گشاد باشن چی میشه؟ 5% میشه و قدرت بیشتری به به گیربکس صادر میشه که موتور بیشتر سرعت بده. گرفتید تا اینجا؟ خب حالا تقویت هوای ورودی چجوریه؟ یک، پورتوپولیش. پورتوپولیش چیه؟ هوای ورودی سرسیلندر. ببین این قسمت که هوای ورودیه، اینا گشادترش میکنن با استفاده از فرس فرم ها و مته های مخصوص گشادش میکنن. گرفتید؟ گشادش میکنن که همون هوای بیشتری بشه. یا سرسیلندرهای 4 سوپاپ. چرا سرسیلندرهای 4 سوپاپ درست کردن؟ به خاطر همین. 3 سوپاپ هم هست، به خاطر همینه. باز بعد دلیل بعدی این که سوپاپ ورودی هوا چرا بزرگتره، چرا سوپاپ خروجی دود کوچیک‌تر؟ به خاطر همین که سوخت چون با هوا ترکیب میشه چگالیش بالا میره و سنگین‌تره، سخت‌تر مکش میشه. واسه همین گشادش کردن. اینا گشاد در نظر گرفتن. بعد باز فیلتر هوای اسپورت هم همین کارو میکنه، هوا راحت‌تر وارد محفظه احتراق میکنه، مکش آزادتر میکنه. گشاد کردن کاربرات هم همینجور، گشاد کردن واسط کاربرات هم همینجور. حالا یه سری مطلب درباره پورتوپولیش توی اسلایدهای بعد واسهتون میذارم. فقط این پست رو لایک کنید، بفرستید واسه دوستاتون، سیوش کنید. خدا وکیلی این اطلاعات هیچ کس بهتون نمیده. بفرستید واسه دوستاتون، یه کامنت انرژی بخشم واسم بذارید. دمتون گرم. خداحافظ.